اربعین رفتی کربلا؟ حال و هواش چجوره؟ الان کل تهران مثل اربعین شده. میگی نه؟ بیا بریم بهت. اینجا موکب مردمی محبان الرضا که هر ساله در ایام اربعین خدمت رسانی میکنن و عید نوروز هم بیش از 15,000 غذای گرم بین مردم پخش کردن. اینجا روزانه 6,000 پرس غذا پخش میشه. نکته جالبش اینجاست که همه خادمای این موکب از اقصا نقاط استانهای کشور عزیزمون هستن. اینجا غذاهای مختلفی هر روز طبخ میشه، از جمله فلافل، کباب، جوجه کباب. امشب هم دارم پوره سیب زمینی و پیراشکی میدم. دم شهرداری تهران گرم که کلی پاکار اومده و این امکان فراهم کرده که خادما بتونن به مردم شهر خدمت رسانی کنن. دمتون گرم. پیرو خدمات غذایی که موکب داره یه کار فرهنگی سرگرمی هم داره برگزار میکنه برای بچه‌ها، از جمله پرده‌خوانی مهدوی، کاردستی، نقاشی. خیلی خفنه. آدرسشونم میدون انقلاب تهران، قبل از میدون موکب محبان الرضا. حتما بیاید.